خب در خدمت ابوالفضل پورعرب هستیم، سوپر استار سالهای دهه‌های مختلف در سینمای ایران بعد از انقلاب و کسی که هنوزم به نظرم سوپر استاره و چند روز پیش یعنی چهارشنبه نشان درجه یک هنری رو از وزارت ارشاد دریافت کرد و من میخوام اشاره کنم به حادثه‌ای که چند هفته پیش اتفاق افتاد. ابوالفضل پورعرب مادرش رو از دست داد و به خاطر مرگ مادرش باید بهش تسلیت بگیم و حیف شد که مادرش در موقعی که داشت نشان درجه یک هنری رو دریافت میکرد دیگه نبود در دنیا، اما حتما از اون دنیا تماشا میکرده. من فکر میکنم که با صحبتی که توی برنامه قبلی یعنی بخش قبلی و درباره فیلم اشک هور راجع به مادران کردیم، این موضوع رو یادآوری کنم که مادر ابوالفضل هم خیلی تأثیر داشت در تربیت او و موفقیت هایی که به دست آورد و من متاسفانه نتونستم در تمام سالهایی که باش کار میکردم مادرش رو هیچ وقت ندیدم. این نشون میده که هم نقش همه مادرها فراموش میشه و کمرنگه یا پشت پرده هستند و کار بزرگی که میکنن دیده نمیشه. مردها بیشتر جلوه میکنن ولی شاید کار اصلی رو زنها انجام میدن و مادران. سلام، تسلیت میگم به خاطر مادرت. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ممنون و متشکرم از این همدلیتون، همراهیتون و محبتتون. تشکر میکنم. قربان تو، خیلی لطف داری. درباره این مثلا موضوع سوپر استار و اینکه چرا با وجود اینکه تو اولین سوپر استار بعد از انقلاب بودی بقیه هم بودن ولی اونا کسایی بودن که قبل از انقلاب آمده بودن و هنوز داشتن کار میکردن، اولین سوپر استار یعنی به معنی واقعی ستاره بزرگ در سینمای بعد از انقلاب تو بودی. اینکه چرا اینقدر طول کشید توی سینما ایران تقریبا بعد از 10 سال 12 سال بعد از انقلاب اولین سوپر استار سینما ایران بعد از انقلاب ظاهر شد، خودت فکر میکنی مشکل چی بود؟ چون تو هم سالها کار میکردی، قبل از فیلم عروس هم کار میکردی، منتها توی تئاتر بیشتر بودی و توی سینما نقشای کوچیکی رو بازی میکردی، به اصطلاح هنوز پیدا نمیشدی، کشف نمیشدی یا اصولا در سینما ایران مانعی وجود داشت درباره اینکه ما به سوپر استار مثلا نیاز نداریم و نباید سوپر استار داشته باشیم. باید عرض کنم خدمت شما که من تنها فیلمی که کار کردم زخمه بود، اونم به خاطر اینکه آقای انتظاری رفیقم بود، همکلاسیم بود، دستیار اون کار بود و اون هنرپیشه که بعد میمد نیمد. به من زنگ زد گفت آفت اینطوری شده اینها. منم بلند شدم رفتم، به همین سادگی، یعنی نه قراردادی نه چیزی، اون بازی رو کردم. دوست هم می‌داشتم اون بازی رو به خاطر اینکه خیلی برام جذاب بود سینما و این چیزها. و فیلم دیگه من کار نکردم، فقط زخمه بود. چرا ولی تو تئاتر کار کرده بودی؟ تئاتر کار بله من تئاتر کار می‌کردم. ضمن اینکه دستیار کارگردان بودم توی کارهایی مثل سوء ظن که با آقای معصومی کار می‌کردیم و اینها. تئاتر هم که خب کار می‌کردیم دیگه، چیز نبود. اما این بحث فیلم سینمای عروس به کارگردانی های افخمی به گونه‌ای شد که برای من در واقع یه جور رویا بود، یه جور خیال بود. وقتی به من گفتن که من باور نمی‌کردم. من حاکم یک شبه رو صحنه بودم با هادی اسلامی خدا بیامرز. بعد همه فوت شدن دیگه. آقای تدین به من گفتم شوخی میکنه دیگه، باز هم من توجه نکردم، این بخواد من دست بده، بخواد بخنده. صدرا بهت گفت؟ صدرا اجازی خدا بیامرزه. خدا رحمتش کنه. بله. بعد بار سوم که من گفت اولاق دارم بهت میگم سینمایی فلان اینا کار تازه باورم شد. چون برای من سینما خیلی دست نیافتنی بود، یک رؤیا بود، نه برای من، برای خیلی ها. اینطوری نبود که مثل الان بیای وارد بشی و کار بکنی. در اصل خود شما خاطرتون باشه منو میبرد نفی چراغ تا میدان آزادی راجع به کار صحبت میکردیم، تمرین میکردیم، بعد اونجا ماشین سوار میشیم تا سئول داده. ببین من به هر حال اینو
گفتن راجع به من که اولین سوپر استارهای سینمای ایران رو مثلا تربیت کردم یا توی فیلم معرفی کردم، اما واقعیت اینه که من به بازیگرایی با سن و سال کم نیاز داشتم. یعنی اگر که داستانم اقتضا نمی‌کرد که بازیگرای با سن و سال زیر 30 سال و حتی زیر 20 سال داشته باشم، شاید اصلا نمیرفتم دنبال اینکه بازیگر جدید بیارم و مثلا انقدر باشون تمرین کنم که مثل یه سوپر استار، مثل یک بازیگر بزرگ سابقه دار ظاهر بشن. واقعیت اینه که داستان فیلم عروس احتیاج داشت به یه دختری واقعا 17-18 ساله و یه پسر 25-6 ساله و من همش مقاومت میکردم در برابر پیشنهادایی که درباره استفاده از بازیگرای مشهور و گیشه‌دار به اصطلاح بهم میشد. میگفتم که این داستان اقتضا نمیکنه، برای اینکه همینجور که تو این میان برنامه گفته شد، بازیگر اول فیلم شخصیت مثبتی نیست، کسی است که قاشق دارو میکنه، نمیدونم مثلا خیلی کارا میکنه که قبل از فیلم کرده، معلوم میشه به تدریج در طول فیلم، و کارایی هم تو خود فیلم میکنه، مثل اینکه بالاخره تصادف میکنه، فرار میکنه از محل در حالی که معلوم نیست اون کسی که زده مرده یا زنده است یا احتیاج به کمک داره، و بعد یه موتور سوار رو میزنه، اصلا سعی میکنه تقریبا بکشتش و اونم نیمه جون وسط جاده رها میکنه، فرار میکنه. این کارا از یه مرد بالاتر از 30 سال اگر اتفاق بیفته باعث میشه تماشاچی ازش متنفر بشه. اما بچه مثلا 25-6 ساله اگر این کارا رو بکنه و مخصوصا ببینیم که خودش هم تحت کنترل خودش نیست، یعنی از کنترل خودش خارج شده، دست خودش نیست. مثلا یه گوشه به وایس یه جای پنهانی مثلا گریه کنه، چون که توی فیلم عروس میبینیم این صحنه رو، اون وقت ممکنه که تماشاچی باهاش همدلی کنه و همراهی کنه و بفهمه که این کلاف از خودش، از دست خودش کلاف است. بابای من یه حرفی میزد که از بچگی تو کلم بود، اونم این که میگفت که پسر اگر تا 30 سالگی خودشو نکشت و کسی دیگه هم نکشت دیگه زنده میمونه. یعنی مثلا بین 15 سالگی 16 سالگی تا 30 سالگی خیلی سن خطرناکیه برای مرد و خیلی چیزها رو هنوز بلد نیست، تجربه نداره، ممکنه که خودش رو از بین ببره یا کسی دیگه رو بکشه. بالاخره یه خشونت ذاتی توی مردها هست که باعث میشه که خودشون رو ویران کنن یا دیگران رو. از این سن بحرانی که رد بشن دیگه عاقل میشن و مثلا قابل این امیدواری پیش میاد که دیگه بمونن. حالا من به همین دلیل، به دلیل حرف بابام خیلی اصرار داشتم که حتما این پسر باید 26-7 ساله به نظر برسه. اون موقع چند سالت بود؟ 29 سالم. نه کمتر بودی. نه سال تو متولد چه سالی هستی؟ 1140. 1140 نه، سالی که ما فیلم برداری کردیم درسته 28 سالت بود. یعنی ما توی تابستون سال 69 شروع کردیم فیلم برداری، ولی از 1 سال پیشش تمرین میکردیم. بله آره. آره من اصرار داشتم که حتما این فیلمنامه رو با تمام کلماتش و دیالوگش تمرین بکنم و تمرین هر چقدر طول بکشه و من یادمه که اون سالا اصلا قانون بود که فیلم اگر به جشنواره نرسه تو سال بعدش نمیتونه اکران بشه، یعنی فیلمایی که به جشنواره میرسید بهش نوبت اکران میدادن. ما قرار بودیم فیلمو سال 68 برسونیم، یعنی سال 68 تمرینامون رو شروع کردیم. منتها چون تمرینا طول کشید من گفتم فیلم به جشنواره نمیرسه و اون موقع میتونستیم این کارا رو بکنیم. الان به نظر میاد که این کارا خیلی پرخرجه، ولی اون موقع ما با پول کم و با زندگی درویشی که اون موقع متداول بود همه مردم داشتن، ماها تمرین کردیم. فکر کنم تو 4 ماه آخر نیکی کریمی هم وارد تمرینا شد، ولی 4 ماه پیش از نیکی تو داشتی با من تمرین می‌کردی. کلی هم من میترسیدم از ایشون. گفتی یه فیلم کار کرده، اما خیلی باید مراقب باشی. اون فیلم ولی خیلی فیلم بدی بود. بعدن که ما تو جشنواره دیدیم که خیلی فیلم بدیه. بعدن یادت به شوخی سر فیلم برداری بهش میگفتیم خانم کریمی تو که بابات پول داره برای این فیلم برای قبل از اینکه اکران عمومی بشه بخرین یه جوری انبار کنید، یه جای گم و گورش کنید. وقتی اومد سر فیلم و با یه فیلم برداری مثل نعمت حقیقی تازه فهمید که گرفتن یه پلان چه پروسه‌ایه، یعنی چه فرایند پیچیده، یه نمای ظاهرا معمولی رو چقدر روش کار میکنیم
تازه با وجود اینکه ماها قبلش تمرین کردیم، صدا رو ضبط کردیم با سختگیری شما بود دیگه. میدونید شما خیلی سختگیری و البته نعمت. بعد نه مرحله که حالا به آیه حقیقی خدا برسیم یک مرحله دیگه بود. ما با خود شما مشکل داشتیم، یعنی اینقدر سخت می‌گرفتی گاهی من میترسیدم به خدا. گاهی اصلا اینجوری بود که میگفتی که امروز بحث سلامه، روزنامه که جلوت به تو سلام کنن. خب گفتم آقا من نمیتونم نه نمیشه. نه به خاطر این بود که بیشتر کسایی که توی اون دفتری که ما کار میکردیم با ستیای هاشمی و محمد رضا هنرمند و شهریار بهرانی و رسول ملوقلی پور، اینا ما یه شرکت بودیم دیگه. کسایی که می اومدن توی دفتر تو همه چیز فضولی میکردن، اظهار نظر میکردن، از جمله در مورد اینکه این پسر کیه که دارین تمرین میکنین باهاش، میدیدن توی اتاق و تو اون اتاقی که تمرینا رو انجام میدادیم سرک میکشیدن میدیدن. بعد طبق معمول همه میگفتن این بازیگر اول فیلمه، این قراره که یه فیلم کامل ظاهرا پرخرجم قراره باهاش بسازیم، چرا از بازیگرای مشهور استفاده میکنین؟ حرف میزدن پشت سرت. بعد من دیدم که تو هم وقتی میای خیلی مؤدبانه به همه سلام میکنی، این بیشتر باعث میشد که جرأت کنن و به اصطلاح پررو بشن، حرف بزنن راجع به کار تو. بعد به این دلیل بهت گفتم که اصلا وقتی وارد میشی سلام به کسی نکن، یه سلام کلی به جمعیت بکن، بیا تو اتاق تمرین. همینطور بود. خیلی سخت بود برام، خیلی سخت بود. عادت نداشتم به اینجور رفتارها. بعد از یک هفته گفتم آقا خیلی سخت نیست، من راحت شدم نسبت به این ماجرا. و گفتی که حالا کجاشو دیدی؟ بعد گفتی که چرا بر تو میزنن؟ گفتم نمیدونم آقا. البته تو سینما طبیعیه، یعنی الان میدونم چرا. بله. ولی اون موقع نمیدونم چرا. بعد از اینکه به شهرت رسیدی چجوری باش کنار اومدی؟ من استادم آقای افخمی، اینو بدون اغراق عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوب به من آموزش دادید شما و من واقعا مدیون شما هستم، به خاطر اینکه نکاتی رو به من آموزش میدادی که جدا از بحث تمرین و بازی بود، بحث خود زندگیه بود. میدونی مثلا میگفت چرا بر تو میزنن؟ این خیلی حرف عجیب و غریبی که کارگردان به هنرپیشه بگه و بهش بگه چرا وقت برات میزنن. بعد نگاه میکنیم آدم‌ها بهش میرسیم به من نمیخوره، چرا برات من میزنه؟ یعنی رفتارها و پرنسیپ ها رو من سعی میکردم بهت گوشزد کنم که خب خودم هم از توی مصاحبه های فیلمسازهای بزرگ خارجی و بعضی‌هاش رو از توی همین سینمای ایران، بعضی‌هاش از کار با نعمت حقیقی یاد گرفته بودم. یعنی میفهمیدم که یه انضباط‌های یک جور ژستی باید توی این کار باشه برای اینکه توی این کار حسودی و زیر پاکشی و در واقع دشمنی کردن با کسی که صرفاً موفقه، کار خودش رو داره خوب انجام میده و داره مشهور میشه، این اتفاقات زیاد میفته. خود اون شخص باید هم پوستش کلوف باشه، هم اصلا یه ژستی داشته باشه، یه مثلا حدی رو رعایت کنه، نذاره هر کسی خیلی بهش نزدیک بشه. خیلی از کسایی که با آدم نزدیک میشن صمیمی وانمود میکنن که هستن ولی در واقع میخوان که دشمنی کنند و حسودی کنند. برای من خیلی تجربه عجیب و غریب بود. من تئاتر کار میکردم، فکر میکردم که فضای سینما هم این تئاتر خواهد بود، ولی اصلا اینطور نبود. یعنی بگونه ای بود که یه جایی مثل عقرب بهت میزدن، بال میزنی و نمیدونی چرا. آخه من بیشتر دنبال علت بودم در این سالها، واقعا دنبال علت میگشتم. هیچ وقت هم نخواستم با کسی رقابت کنم و اینکه حالا اون چرا اینو بازی میکنه من چرا بازی نمیکنم، اصلا من توی وادی نبودم. ولی خب الان هنوزم که هنوزه ما جرممون فیلم عروسه، ولی من شخصا خودم جرمم فیلم عروسی که بازی کردم. توی این چیزایی که نگاه میکنیم، توی این سیر تبلیغات که نگاه میکنیم نیستم، یا خوشایندشون نیست یا هر دلیلی که داره. میدونی نمیخوام بگم که بی تفاوتم، نه برام اهمیت داره، ولی علتش رو نمیدونم واقعا. اینقدر بی معرفتی، اینقدر کمروتی آخر کجا میاد؟ طبیعیه. توی سینمای دنیا هم هست، تو سینمای امریکا خیلی شدیده. البته
اگه بخوام صحبت کنم از همون مصاحبه‌هایی که ازشون از فیلمسازهای بزرگ یادمه و ازشون چیزی یاد گرفتم، خیلی مواردی هست که حتی مثلا بازیگری رو که مشهور شده بوده زیر گرفتن کشتن، مثلا اتفاقات اینطوری افتاده. یه میان برنامه می‌بینیم درباره تقدیم نشان درجه 1 هنری به ابوالفضل پورعرب که کار خیلی قابل ستایش و شایسته‌ایه که وزارت ارشاد انجام میده و رائد فریدزاده داره به هنرمندانی که کارهای بزرگ کردن و زحمت کشیدن در طول این سالها در سینمای ایران درخشیدند و سینمای ایران رو زنده نگه داشتند توجه میکنه و براشون بزرگداشت میگیره. این بزرگداشت که چهارشنبه گذشته اتفاق افتاد و توش نشان درجه 1 هنری به ابوالفضل پورعرب تقدیم شد رو یه میان برنامه ساختیم که راجبش ساختیم که میبینیم. سلام، امروز اومدیم جایی که قراره یکی از ستاره‌های خاطره‌ساز سینمای ایران نشان درجه 1 هنری رو دریافت کنه، آقای ابوالفضل پورعرب. کسی که اگر فقط عروس رو دیده باشین کافیه تا بدونین چرا امروز این همه سینماگر اینجا توی این سالن جمعن. با ما همراه باشید از وزارت ارشاد با مراسمی که بوی احترام و نوستالژی میده. امروز فقط یه مدال داده نمیشه. امروز یه تشکر قدیمی و شاید دیر هنگام به زمان میاد. توی مراسمی که برگزار شد خیلی از کارگردان‌ها و بازیگرای ناماشنا از خاطره‌هاشون با استاد ابوالفضل پورعرب گفتن. اون موقع جشنواره خیلی پرشورتر بود، همه صف وای میستادن، از صبح میرفتن برای یه فیلمی. خلاص ما تو سرما وایساده بودیم دیگه، رسیده بودیم، یعنی از صبح که رفته بودیم همینجوری گفتم شما برو جلو شما برو جلو، رسیده بودیم مثلا نفر چهارم پنجم. یه دفعه دیدم این صحنه اصلا هیچ جا یادم نمیاد، تو ذهنم قشنگ اسلو موشنه. در ماشین باز شد، آقای الوند اومدن، بعد آقای پورعرب پیاده شدن، بعد خانم تهرانی پیاده شدن، بعد امین حیایی پیاده شدن. من گفتم کاش که منم تو این فیلم بازی میکردم، الان چه حالی میداد با این وضعیت. آقای پورعرب رد شد، نگاه کرد گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم آقا اومدیم فیلم شما رو ببینیم. گفت برای چی تو صف وایسادی؟ گفتم بالاخره ما باید تو صف وایسیم، مال که راه نمیدن تو سینما. گفت بیا بیرون. خلاصه لطف کردم من از صف اومدم بیرون و به همون کنترلچی که جلو در سینما وایساده گفت آقا این بچه بازیگره، از این بعد هر فیلمی میخواد بیاد تو جشنواره ببینه باید راش بدی. ایشون هم گفتن چشمای پورعرب. واسه این شد که پای ما به سینما باز شد کلا. یک شخص خوشتیپ، خوشبیان، خوشچهره در ایامی که ماشاءالله هنوز هم میگونه هست، روی پرده نقره‌ای در حقیقت سوپر استار نسل من بود و با مواجه شدن با فیلم عروس که در نوع خودش از اون فیلم‌های کالت یگانه‌ای بود، هنوزم به نظر من بسیار تأثیرگذار حتی برای نسل فعلی، بخشی از خاطرات ما هم زنده میشه. اون روزهای ابتدایی چنین مسیری رو تصور میکردین که پیش روتون باشه؟ ببینید ماجرا اینطوری هستش که شما هر کاری بخواد شروع بکنید، تو بقالی هم که بخواد بزنید نمیدونید که مردم میان پذیرات هستن یا نه.
خب ولی من خب چون تو کار تئاتر میکردم در رشته هم بود و اینها، به تئاتر فکر میکردم ولی به سینما فکر نمیکردم که مثلا حالا بیام بشم آرتیست سینما. همه اینها برمیگرده به یک بحثی به عنوان آدم بودن. اگر ما یاد بگیریم خب همون قیافه‌مون انسان آدم دیگه، ولی آدم بودن خب خیلی فرق میکنه. به یک جایی میرسیم که آرامش پیدا میکنیم. من فکر میکنم که به آرامش رسیدم و خدا رو شاکرم. بعضی از افتخارات رو نمیشه با کاغذ و مدال تعریف کرد، باید توی قلب مردم دنبالشون گشت. ابوالفضل پورعرب سالهاست که این نشان رو از مردم دریافت کرده، اما امروز فقط نسخه کاغذی و رسمیش رو دریافت کرد. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. با ابوالفضل پورعرب صحبت میکنیم که 2 روز پیش نشان درجه 1 هنری رو دریافت کرد و در تمام این سالها سوپر استار سینما ایران بوده، هم جوان اول بوده هم سوپر استار بوده و حالا میخوام ازش بپرسم که اصلا این سوپر استار بودن مخصوصا که جزء اولیا باشی، اولیای بعد از انقلاب و شاید جزء کسایی که تا سالها تقریبا کم و بیش تک باقی موند، این خیلی اذیت درست میکنه، یعنی خیلی آدمو اذیت میکنن، خیلی دشمنی میکنن. رسید جایی که اصلا فکر کنی که از سینما کناره بگیری؟ والا من چند سال کاندید شدم برای بازی‌های مختلف و گفتن بهش ندین جایزه رو، پررو میشه. یعنی بعد از فیلم عروس من چند تا فیلم کار کردم، رسید به مرد شهید باران، یک فیلم جنگی که هر حال جایز نبود این همه سال کاندید بشی دست بزنی و نفر بغلی بره جایزه رو بگیره. نه در یک مسابقه‌ای که مساوی نگاه میشه بهش، اون اگر باشه اشکال نداره. یعنی احساس میکردی که عادلانه نیست؟ احساس هم این بود، بله. تا بعد شهید باران رو که جایزه گرفتم گفتم چرا جنگی؟ این همه من فیلم کار کردم، حالا جایزه هم که میدن جنگی میدن. خب چون تنها فیلم جنگی من کار کردم همون بود دیگه. نه اینکه مشکل داشتم با بحث دوستانی که رفتن جنگ و جنگیدن، نه، چرا این ناعادلانه داره نگاه میشه. و برام سوال بود همیشه، چرا خیلی سوال بود که چرا اینقدر ما رو اذیت میکنه. ولی اول فکر می‌کنم فیلم اول یعنی عروس که اون همه توش درخشیدی و کاندیدا هم شدی، اگه جایزه میگرفتی از لحاظ روحی برات خوب نمیشد. یعنی همون اولین فیلم آدم جایزه رو هم بگیره، کاندیدا شدن، خب یعنی اینکه دیده شدی و هیئت داوران متوجه شده که تو جزو بهترین بازیگرای اون دوره جشنواره هستی. ولی اگه همون اول جایزه رو بهت میدادن فکر می‌کنی رو آینده تاثیر خوب میذاشت یا بد؟ آیا افخمی عروس افتخارات من بود، بحث این نبود که رقابت باش بکنم. من این کاری کردم توی کفه در واقع دیده شدن قرار گرفته و امتیاز دادن، امتیاز بدن. خب حالا من چگونه رفتار خواهم که دیگه بحث دیگری، ولی حق این نبود که بیام 6-7 سال پشت سرم کاندید بشم با نرگس با اون و در نهایت یه سکه برای تیک به من بدن که بازی کردم فیلمو. بعد بیام تو پیونگیانگ جایزه بهترین مرد رو بگیرم برای عروس. میدونی من نه پارتی داشتم نه کسی داشتم که بخواد سفارشمو بکنه، همین. تازه جایزه پیونگیانگ هم بهم ندادن، گفتم گم شده و فرانت الان گم شده. یعنی خدای میخواد ناراحت میشه. میدونید ما به هر حال توقعاتی داریم از خودمون، از دولتمون، از بله، ولی فکر می‌کنم شاید هم حکمتی داشت، شاید کار خدا بود. چون من موارد دیدم که بازیگرا همون تو فیلم اولی که بازی کردن مثلا جایزه سیمرغ هم گرفتن و آینده خیلی سختی داشتن، یعنی می‌خواستن ثابت بکنن که حتما لایق اون جایزه هستن، در حالی که موج فشار مثلا مخالفت و اینکه این کیه اومده اصلا
جایزه رو بیخود بهش دادن. اینا شما میگی من قبول میکنم چون شما میگی این رو. ممکن بود همچین چیزی پیش بیاد. ممکنه. چون شما به عنوان کارگردانی که با من اولین کارو کار کرده و تا اندازه امروزتون میشناسه، من قبول میکنم از شما. بله. ولی باز معناش این نیست که اینو بخوان کم بدون، جایزه رو به من ندن. این ندادن جایزه دیگه جایزه پیونگیانگو بله چیز نکردن. بله. به هر حال نمیدونم شاید حکمتی بوده دیگه. و اینکه تو چون چهره خوبی هم داره، یعنی فوتوژنیکی، گذشته از اینکه خوش قیافه‌ای فوتوژنیک بودن، به نظر من یه مسئله فقط مربوط به خوش قیافگی نیست. حتی ممکنه که بعضیا فوتوژنیک باشن ولی خیلی خوش قیافه هم نباشن. فوتوژنیک یعنی اینکه دوربین آدمو دوست داره و دوربین همه چیزو میبینه. واقعا وقتی کسی رو دوست داره بی دلیل نیست. یعنی مثل اینکه دوربین چیزی بیشتر از ظاهر آدم‌ها رو میبینه. ما خیلی مواقع دیدیم که نماهایی که سر صحنه فیلم برداریم فکر کردیم نمای خوبیه، خوب گرفتیم. بعداً که رو پرده دیدیم که اصلا یه چیز دیگه است. خیلی تأثیر عجیبی روی پرده میذاره، به خاطر اینکه اونجا تازه معلوم میشه دوربین جوری داره میبینه این شخصیت رو که اون اعماق وجودش رو و ذاتش رو میبینه. من فکر میکنم تو همون صفای و صمیمیت و افتادگی که به طور معمول توی وجودت هست توی فیلم دیده میشه، دوربین میبینتش. و تفاوتت با اون کسایی که اومدن خوش قیافه هم بودن، یه مدت هم جلب نظر کردن ولی الان میبینیم که از دور خارج شدن یا خیلی زود از دور خارج شدن، همینه که خودت آدم خوبی هستی، آدم صمیمی هستی. مخلصی. اصولا میگن هنرمندی که خوب بازی میکنه خوشگل جلوه میکنه. مثلا آقای کرم رضایی بود، آقای چارلز برانسون رو ببین، نه همه کجکول بودن دیگه. ولی وقتی بازی میکردن خوشگل جلوه میکردن. ربطی به زیبایی خودشون نداشت. یعنی به گونه‌ای بازی میکنن که اصلا دوربین خوشگل نشونشون میده. درسته. به دل میشینن. بله این هم یه شکل دیگه گفتن همون، یعنی تعریف کردن فوتوژنیک بودن. دیگه این که از بین ستاره‌های دیگه جوان اولایی که توی مثلا 30 سال اخیر بالاخره اومدن و یه جایی رقیب خودت هم شدن، فکر میکنی کدومشون خوبن؟ کار سختی آقا. اگر بخوایم یه قابی نگاه داشته باشیم ببینیم، ما مردم رو میتونیم قاب مردم نگاه کنیم. یعنی از نگاه مردم ببینیم کی چقدر به دل مردم نزدیک شده. یعنی وقتی به دل مردم نزدیک میشه حتما یک چیزی هست که بهشون نزدیک شده. میدونی چی میخوام بگم؟ و در این سالها حامد خوب بوده، بهداد نمیدونم، آقای بودرزی خوب بوده. دیگه خیلی از بچه‌ها واقعا جوانان خیلی خوبن. چون من بدونم چقدر سخته این کار و اصولا اجرای بازی، و این بچه‌ها خیلی خوب دارن بازی میکنن. اکثرشون خوب بازی میکنن. حالا چقدر دوربین دوستشون داره یه بحث دیگه است. امیر گودرزی هم دوربین دوستش داره. بله. یعنی شیرینه. البته یه شیطنتی داره که تو نداری، یه جور مثلا شاید بهش گفت یه خورده شیشه‌ای داره که اونم دیده میشه. من به هر حال ایشون رو دوست دارم و بچهای دیگه که دارن کار میکنن، حتی گلزار رو اونم دوست دارم، به خاطر اینکه داره تلاش میکنه که بشود. حالا چه اندازه شده من چیز ندارم، امتیاز نمیتونم بدم، ولی میگم که به هر حال یک جایی یه جوری به دل مردم نشسته، دوستش دارم. بله، تو بعضی از فیلماش تو واقعا دلنشینه. قضاوت در موردش خود بی اخلاقیه که بعضی انجام میدن. بعد زحمت میشه، حالا به هر دلیلی بدونی سردار میخواد سر بشکنه دیگه، اینجوریه. در حال میگم بچه‌ها خوب هستن، سایر فعلیه خوب بازی میکنه، یعنی به دل میشینه، یه جورایی تلاشش معلومه داره کار میکنه. و همه مهمتره که کاراکتر داشته باشن، اخلاق داشته باشن. یه جوری مثل کتاب حافظ برن تو خونه های مردم. آقای جمشید مشایخی اینطوری بود دیگه. این کتاب حافظ تفعول که می‌ذاری توی یکی این خونه های هر جای ایران بود. من داور بودم با آقای مشایخی توی یاسوج، تئاتر رفته بودیم برای داوری. بعد یه خانمی اومد با اون لباس خاص شیرازی و اینها. حالا من معروف بازی کردم با یه اهنت و لپ و اینا، اصلا هیچی به من نگفت. با این مسئله گفت امشب شام بیاین خونه ما. به خدا والله من حس کردم واقعا، کیف کردم.
با آقای مشایخی گفتم آقا تاثیر کار شماست اینا هیچ کلی تکو داد خلاصه نرفتم، ولی به دل مردم بود دیگه. این قرآن تو خونه ها هست، این کتاب حافظ هست، مشایخی هم بود. این بچه آدمایی که به هر حال تو دل مردم هستن. تصور من اینه به هر حال. بسیار خوب. الان چیکار داری میکنی؟ کار بد نمی‌کنم. هیچ کاری در دست نداری؟ والا یک کاری به نام سگ لوند توی نیاوران قرار کار بکنیم انشالله و به هر حال یک هستیست که بیشتر سعی کنیم جوانگرایی کنیم، با آقای کبیری بریم کار میکنیم و ظاهرا موفق هم هستیم، چون میان با حساب روحیشون میبینیم و اینها. قرارداد تالار هم بستیم ما اونجا البته و انشالله کار بکنیم ببینیم که انشالله چقدر میشه پیشرفت کرد در موردشون انشالله. خب این برنامه، یعنی این بخش از برنامه رو تموم بکنیم با یه 40 تیکه‌ای که درباره مادرانه. البته نه ادامه میدیم ولی برمیگردیم، ولی ما یه 40 تیکه‌ای درست کردیم درباره مادران و به مناسبت تمام اشاره‌هایی که به مادر و نقش مادر در بزرگ کردن بچه‌هایی شد که تو زمینه‌های مختلف، در جنگ، در کار هنری، در بازیگری، در هر کار دیگری جلوه میکنن، در حالی که رنج اصلی رو مادر کشیده، اونا رو بزرگ کرده، گاهی وقتی فدای مملکت و ملتش میکنه و زجرش رو تحمل میکنه، گاهی وقتی هم که افتخارات بچهش رو از دور میبینه و پشت صحنه میبینه. تقدیم میشه به همه مادرای ایرانی و کسایی که برای بچه هاشون زحمت کشیدن. میبینیم و برمیگردیم باز در خدمت ابوالفضل هستیم. من کل زندگی مادرم هست. من مادرتم آرمان. به من نگی به کی میخوای بدی ها؟ مامانت چی؟ دوست داره؟ خیلی مثل مامان من. نمیدونم مادری یا نه، ولی اگه مادری خودتو یه لحظه بذار جای من. مادر مریض حالا چی بد کرده؟ بچه چرا بد کردی؟ بچه خودم دیدم این سو چرا راضیه؟ تا مادر نشونه چی شد ماما؟ من خیلی بچه بودم مادرم مرد. نفهمیدم مادر داشتن این چی، ولی شدم مادر خواهرم، مادر پدرم، مادر شوهرم و نتونستم مادر بچه خودم بشم. از وقتی مامان شدی خوشگل‌تر شدی. فرشته اگه به جز لقمه محبت کار دیگه هم بلدی شما. مادر خب من نگرانتم. میتونم وایسم ببینم بچه‌م جلو چشم داره از دستم میره. اگه یه روز ازت بپرسه مادر یعنی چی داری بهش بگی؟ بچه‌مه تازه که شروع کرده لغت زنم. اگه 100 سالت بشه اگه 10 تا بچه ای قدمون قد دورتو بگیره تو بچه ای من مادر. خدایا شکرت که میتونم مادر بشم. مادر مادر
خب با ابوالفضل پورعرب داریم صحبت میکنیم و این بخش دیگه سعی میکنیم درباره هم موضوع اصلی این گفتگو یعنی سوپر استار و جوان اول صحبت بکنیم. اینکه اصلا چرا الان جوان اول نداریم یا کم داریم و بازیگر کم سن و سال یعنی زیر 30 سال، مرد زیر 30 سال اصلا خیلی کمه توی سینما ایران. و اینکه اصلا تعریف جوان اول چیه؟ به نظرت چجوری میشه یه جوان اول تعریف بشه و به وجود بیاد، ظاهر بشه در سینما؟ والا یکی از شما خودتون استاد هستین آقا، ببخشید من در رو عرض کنم، یکی از دلایلی که ما نداریم به عنوان جوان اول به واقع حالا 100% به خاطر این کلاس هایی که وجود داره. هر جا میریم این کلاس بازیگریه، چند تا قول بغلش خوابید که قول بهشون دادن که اینطوری میشه و پولای عجیب و غریب و یاد نمیدن که چگونه ماهی رو بگیرن. میدونین من پسر خودم پوریا خیلی دلش خواست بازی کنه، گفتم حتما این کارو بکن بابا، ولی از طریق اکادمیک، از طریق دانشکده، نه از طریق من. اون چیزی که الان وجود داره خود ما هم داریم این باب رو در واقع بهش دامن میزنیم که چون پسر من بازیگرم، پسرم بیاد تو سینما یا اون خانم مثلا پسرش بازیگره بیاد توی سینما و بازی بکنه، حالا نشه حالا گیری بکنه، حالا نشه این کارو بکنه، ولی تو سینما بماند. و گاهی هم فکر میکنم چرا نکنه من ظلم کردم به این بچه خودم که نذاشتم بیاد وارد سینما بشه. الان ما یه خود این کلاس‌های بازیگری با این القابی که وجود داره، با امضای مثلا اون دفتر، اون تایید کردن اون دفتر، یه خود عجیب و غریب کردیم این کار. اما مسیری که واقعی هست برای این کار تجربه است و اون سیستم اکادمیک واقعی است. ما یه دونه سمندریان داشتیم، میدونید نمیتونیم به اون آقایی که همون کلاس بازیگری زده بگیم آقای سمندریان اینجوری بوده ها، سمندریان باش. آره نمیتونیم واقعا تصور اینجوری داشته باشیم. به همین خاطر لق میزنه دیگه، خیلی چیزامون لق میزنه. این هم مثل همون و پول داره این عرصه رو فاسد میکنه کاملا. یکی چشای آبیه، یکی پول آقا خیلی داره. حالا بیشتر پول شده، بیشتر سمت و سوی بحث مالیشه که میچربه به این طرف. این خیلی بده. خیلی یعنی همینطور تنها راهش تحصیلاتی است که از این کار و تجربیاتی است که ریاضتی است که از این راه باید بکشن تا بشود یک آرتیست. چون الان ما هنوز آسمونی نداریم سوپر استارمونه. بله، به نظر میاد که سینما از موقعی که پولدار شد و اصلا فیلم ها گرون شدن و اینجوری شد که شما باید حتما یه فیلم گرون قیمت با دستمزد بزرگ غیر قابل توجیه برای یک یا چند تا بازیگر بسازی تا بتونه سینمای سالن‌های سینما به دست بیاری. و اسپانسری که میارن با خودشون، اسپانسرهایی که دخالت میکنن و بعض وقتا بچهای خودشون رو به زور توی فیلم وارد میکنن. یعنی پوله که این عرصه رو فاسد کرده، عرصه بازیگری برای سینما رو. من یادمه که در دوران ما کاملا چیز بود، درویشی بود این رفتار بازیگرا، کسایی که فیلم می‌خواستن بسازن همشون با عشق دور هم جمع می‌شدن، گاهی وقتی دستمزد نمی‌گرفتن یه درصدی از فیلم مثلا همه نرمال بود همیشه، یا یه درصدی از فیلم در مثلا قرار می‌شد که اگه فیلم موفق شد از توی درآمدایی که داره مثلا یه پولی هم اضافه بر اون دستمزد مختصری که می‌گرفتن بهشون برسه. کلا فضای صمیمیتری بود، فضای مستقل‌تری بود. یعنی الان به نظر میاد که سینماها در اختیار یک جور تشکیلات، حالا نمیخوام بگیم مافیا، تشکیلاتی که با پول زیاد سعی میکنه که رقیبو از میدون به در کنه و خودش هم بازیگرای بزرگ واقعا نداره. یعنی اینکه باعث میشه که با پول زیاد سعی کنه کسایی رو که میخوان بیان توی این کار نذاره بیان، اونایی که واقعا با استعدادن نذاره بیان، کسی که پول پرداخت میکنه بتونه بیاد. علتش اینه، یعنی اگه اون طرف خودشون بازیگرای خوبی رو میتونستن تربیت کنن یا به عرصه بیارن خوب بود، ولی اینم ندارن. البته این سوژه هایی هم که الان وجود داره، آقا میدونی قبلا خانم‌ها میرقصیدن، آقایون دست می‌زدن. الان آقایون میرقصن، خانم‌ها دست می‌زنن.
آره درسته. فاجعه است واقعا. آره این یعنی این حالت این که بالاخره آدم از مرد انتظار داره که یه شیطنتی، یه جربوزه‌ای داشته باشه، یه جور مردونگی، خشونتی باشه. به نظر میاد که باز توی بازیگر مرد امروزمون نداریم. و زن هم همیشه میگه آقا نمیگی فاعل مرد در سینما، چون خانم‌ها میتونن فاعل باشن، ولی سیستم و اجرای سینما اصولا آقایون بودن، میدونید. حالا ما میگیم خب نه بانوان هم باشن دیگه، ولی این نگاه مثلا موسیقی کمدی که شروعش با رقص و پایانش هم با رقصه، خود آدم بر نمیتابه. به عنوان یک سینمایی که دست ما بوده، حالا ما تحویل دادیم به یک نسل دیگه و شروعش با رقص بابا کرم شروع میشه، عناوین مختلفه. بله سخته واقعا. به نظر میاد جوان اولا به اندازه کافی مرد نیستن، یعنی اون عنصر مردانگی داره. اون نوشته‌ای که در باب جوان اول نوشته میشه الان بیشتر شهلا خانم حساب، نه مویچه خانم حساب، آدم بگه آقای نقش اول. وقتی اونجا توی جشن میگه نقش اول، نقش فلان فلان، یک بازتابی داره، اما الان دیگه نداره. میدونید ما سعی میکنیم با بهترین لباس هامون بریم توی مردم، توی جلوی دوربین یا جشنواره‌ها، اما الان اینطوری نیست ماجرا، نداره. ولی رفتار اجتماعی ما به هر حال خیلی به سینما قوت میده. یک نگاه ویژه میخواد که بگیم به به بله سینماست. یعنی آدم از مرد انتظار داره که مرد باشه تا بتونه پرده رو پر کنه، از زن هم انتظار داری زن باشه که بتونه پرده رو پر کنه. به نظر میاد که این یه خود چیز شده در واقع، چیپ شده، اینجوری به هم دیگه ور شده. آقا اون لبه تیز همه چی رو تراشیدن و صاف کردن. خیلی خانم تهرانی با کار میکردیم این فیلم غریبانه رو یا دسته آلو در اینا، هیچ کدوم نمیرقصیدیم، با غمگین ترین دیالوگ ها با هم حرف میزدیم. فیلم میفروشه، به دل مردم میشینه. میدونی نیازی داره حتما آقا رقص باشه، حتما اگر لازم بود باشه، ولی ما با این سیستم بخوام بنویسیم و بخوام اجرا بکنیم به خود ناهمگونه. فیلم های جدی که اصلا دیگه نمیفروشه. نخیر نمیفروشه. بسیار خب. نکته آخر از سینما آمدم بیام بیرون، یه خانمی به من گفت سلام آقای پورا. گفتم سلام خانم. گفت دیگه فیلم غمگین بازی نکن. گفتم چشم. گفت دیگه ما نمیتونیم بریم ببینیم چون ما به اندازه کافی غم داریم. گفتم چشم. این معناش این نبود که من توی فیلم برقصم. کار نکردم. میدونید چی میخوام بگم؟ بله. توی فیلم مثلا که من کار میکردم چند میلی گریه کنی 2 همه میرقصن. به من کاریالا گفتش که اگه میخوای میتونید. گفتم نه لزومی نداره آخه، مثلا لزومی نداره. موقعی که فیلم ها کوچیک میشن، به قول تو چیپ میشن، یعنی کم ارزش میشن، یکی از راه ها اینه که آدم دیگه فیلم بازی نکنه، فیلم نسازه. بله انشالله که ما با این وضعیتی که الان پیش اومده، این مثلا شرایط جنگی و این شجاعتی که مردم نشون دادن، این همبستگی و آمادگی و برای قهرمانی و برای پهلوانی از خودشون نشون دادن و همه هم حیرت زده کردن، یعنی دنیا رو حیرت زده کردن. ما فیلم های بزرگ، دوباره فیلم هایی که جدی باشن و مردایی که جدی باشن ولی در این حال بتونن تماشاچی رو سالن بکشونن ببینیم انشالله. خیلی ممنون، خیلی لطف کردی. امیدوارم که دوباره تو این برنامه ببینم. مخلصی.